شاهنامه فردوسی یا خط فارسی. در پی ابتکارهای نو می‌بینیم که دولت شاهنامه پهن کردن را در بین مردم آغاز کرده است. این کار به سبب تقویت هویت ملی و پاسدار از فرهنگ و تمدن صورت گرفته است. اما آیا بهتر نمی بود که این مبلغ را صرف یادگیری خط فارسی کرد یا حداقل همین شاهنامه را به خط فارسی بین مردم تقسیم کرد؟ اگر شاهنامه را دولت با خط فارسی پخش می‌کرد چندین فایده داشت. یکمین فایده این که شاهنامه با همان خطی که نوشته شده بود بین مردم تقسیم می‌شد. دوم این که یکی از علتهای تقسیم شاهنامه تقویت ملی‌گرایی و هویت بخشی است. خوب مردم ما در تاجیکستان مردم مذهبی و سنتی هستند و نسبت به خط فارسی علاوه بر فکر تاریخی و نیاگان فکر دینی و معنوی دارند. بنابراین سبب می شد که حتی مردم مذهبی و دینی ما شاهنامه خوانی را سر کنند. با پخش این شاهنامه فکر میکنید تمام مردم شاهنامه خوانی را سر میکنند؟ نه، بسیاری در فکر این نیستند. در میان همه گفته ها اگر شاهنامه به خط خودش خط نیاگان تقسیم میشد سبب کاهش این همه رسیدگی میشد. یعنی بر شرایط جامعه امروز ما که هستند برخی کسانی که با هم روسی صحبت میکنند و با فرهنگ روس زندگی میکنند تأثیر خوب میگذاشت. به نظر شما آیا شاهنامه را همین طور پخش کردن خوب است یا به خط نیاگان یا خط فارسی نوشتن و پخش کردن؟